واقعیت شرایطم اورژانسیه، یعنی بابام وصیت کرده بعد مرگش تا 40 باید زن بگیرم وگرنه ارث محروم. خیالت راحت برار، اینجا بنگاه تخصصی همسریابی است. خب مطمئن باش دست پر مری. دمت گرم، من خودم سر معامله حواسم بهت هست. قربونت. خب بفرما که چند متنی مریه بتی؟ 100 تومن تا 110 اینا. 40 دقیقه نمتنی بگذاری دیریش؟ نه یک مورد اوکازیون خیلی خوب دارم، کارمنده. نه این فردا روز میره مهریش میذاره اجرا، من نمیدونم آره بابا کی مهری رو بیدی یکی گرفته؟ بابا خیلی دادن خیلی هم گرفتن، تیباشون هم خریدن، دیدم که میگم. فایل خوبی برام اوکی کنم، حواسم بهت هست. خب نگاه یک مورد دارم. خب کارمند نیست، حقوق بگیر نیست، منظور ماشین داره. خب بعد گفته 112. چی؟ 112 صدش مهریه و 12 چیه؟ 12 نفقه شده دیگه، بعد ما به ما بهش پول بدیم. نه یه قابل چی تبدیل ها؟ نه یه چی بده مهریه کامل. مهریه‌اش مورم بالا، نفقش تا 8 میتونم بیارم بالا. نه فقط مهریه کامل. چک نمیتونی بدی؟ چک صیاد قبول منه؟ جوری محدود مرا برو خودت میگم. مجبورم. کم خرج کده که نمیتونم. نگاه یک مورد دارم یکم خاصه، 50 تا سکه است. خب رفقم نداره. خب ماشین داره، خانم حتی همین استاش خوبه. داره. فقط یک مورد است ای که زن مجرد نمره. ها؟ یعنی گفته فقط زن دوم میخوام برم، دوست داره حبو بشه. مریضه. تو گفت چی میدارم میخواد چیکار کنم؟ حبو دوست داره. نه یه شرایطی بدیم اون نرمال باشه. چیه اون؟ بس برم ببینم دیگه چیش دارم اینجا. یه فایلی پیدا کن. دیگه بعد سن بابرم بالا. یعنی زنم من خودم بزرگتر باشه. نه بابا داره همسایه چی میگه، مردم مسخره‌ام میکنن. اولا که مردم حرف زیاد میزنن، ما الان خودم زن اولم از خودم بزرگتر بی چی کردم؟ خب اگه زن اولت بزرگتر بوده پس چرا ولش کردی؟ نه بنده خدا که سکته کرد بمرد ولش نکردم. خدا رحمتش کنه. بعد نگاه الان یک مورد دارم. خب 45 ساله. خب ولی تحویلش دی مادگه است اگه دیرت نمره. مگه ایران خودرویه؟ نه بنده خدا ده زندونه. کاراشو درست کنم همونجا یک سیغه بخرم تا موقع تو بری ور تالار و اینا اون به در من. نه بابا من الان با سن سالش کنار بیام هیچ او سو سابقش چیکار بکنم؟ بعد این 4 روز دیگه می خودم خف میکنه تو خونه. او یک کارت مگذاری تو بغلت میری داخل خانه. نه بابا من اصلا تواناییش ندارم. اگه باز مثلا داستان رفت رفیق دارم میاد شیشه خانه تو میاره تا مترسا دیگه کار. رفیقات بیان در مقابل زنم اما محافظت کنم. میگم یعنی تو نه بابا یه چیز نرمالی بیار، چیز وحشی میری. لندن میری. یه خرم نرم با کله. یک مورد خیلی خوبه دارم در لندن. بس اصلا من ارثم بگیرم میخوام برم خارج. همینو که جدی میگی؟ بابا پس اوکی دیگه بابا. خیلی لندنی چطور صحبت میکنم؟ بس الو how are you اینجور صحبت میکنه. چه جوری برار خوبی؟ بگو پسر خوب. خب نگاه قربان زیاد مزاحمت در نگاه یک مورد داشتی گفتی یک پیرزن است فقط دوست داره زن ایرانی رو گفتی. بگو یکی هست یه ایرانی اصیل ایرانی. پرشین اصل. مگه بمرده بابا. چی؟ بمرده. مگه هفته پیش سکته سوم ویزیا بمرده. چرا سکته زیاد شده؟ نگاه یک مورد دیگه هست. ها بیچه اشتباه بشه مشکل نداری. یعنی هنوز زن نگرفتن بابا بشن؟ نه بابا جلو مفتی ها. چی جلو میفتن؟ خیلی جلو مفتی. بیچت پوشک مخه شیر خوش مخه نم ونگش از دندون به در مره اذیت داره نم یک بار بعد شیر خوش بگیریش نم پوشک بگیریش. نه آقا یه چیز نرمال چی جلو میفته؟ چند گفت مریه؟ 140 تا گفته. زیاده خب بابا این. نه یک چیز گفته حواس برتی دارم به دکتر تا 100 اوکیش کنو. مطمئنی؟ تا 100 اوکیش. مریه با یه بچه؟ نه یک دونه بچه دیتی بیچه. البته در حقیقت یک دونه بیچه. یعنی چی؟ یعنی یک دونه از بیچه‌هاش عریس رفته اون نیست. یک دونه دخانه داره. یعنی من هم بچه دارم هم دوماد دارم. با یک نوه. خیلی جلو نمیافتم. بهتر. بذار یه دوتاش خودم تجربه کنم. تجربه منی خیلی خوبه. جلو مفتی سیسمونی دارن همچین همه اینا جلوی. بته کارت ملیته. دومادم آدم خوبی است؟ این دوماد اصلا بنده خدا خودش درگیر مراسم عروسی بیچش اصلا نمیبینیش شهر خودش. یعنی عروسی نومه؟ هون دیگه اگه زید دست بکار رو تو نتیجه تو میبینی دیگه تا میبینی. خیلی جلو نیفتادم فکر کنم دارم میرم فینال. خوبه دیگه نفقه نمخی بتی همیست دیگه بته کارت نلیته بته نمیشه یکم دیگه بگردی. برای رسی اون به تر فایل هیچی نداره دیگه. بنویس.